ترک دوستانی که تو رو به یاد گناه میندازن، ترک مکانی که تو رو وادار به گناه میکنه. وقتی از مسجد بیرون رفتم عزیز آمد گفت که من نمیتونم خودم کنترل کنم تو بعضی چیزا. گفتم برو تو جمع دوستان خوبی که ارادهشون خلیص. انسان به 3 علت گناه میکنه. یا از روی جهل وقتی آگاه شد میگه خدا منو ببخشه من نمیفهمیدم که این گناهه، یا از روی یک تکبر که 99% گناه بندگان خدا مسلمانا از روی ضعف اراده است، از روی تکبر نیست، از روی جهل هم نیست. الان دیگه همه آگاهن، حلال و حرام همه کس میدونه. بیشترین گناه مسلمان از روی ضعف اراده است. میدونن که گناه میکنن، دوباره پشیمون میشن، دوباره انجام میدن. چطوری اینو از بین ببریم؟ تو جمعی قوی تر که ارادهشون قوی است قرار بدید. انسان اگه یه نفر باشه، پیامبر گفته الواحد و شیطان، یک نفر یک شیطان. ولی وقتی تو جمع قرار میگیری، جمع برکته. ید الله مع الجماعه، همه با همون 10 نفر که